من معنای زندگی ما گم کردم. در زندگی مقصد ندارم. بسیاری از آدمان انا همین خیل سخنها رو دارند و تا حال در زندگی در جای کار میکنند که با آنها پسند نیست. با انا همون کار مشغول هستند که آنها را удовлетворить نمیکند، یعنی نمیخوان همین کار انجام کنند، لیکن زندگی مجبور کردگی باید که باید یک اونجا کار کند، باید که زندگیش پیش برد، حرکت کند، مهنت کند. بین دوستان عزیز، همین смысл زندگی را چخیل یافتن در کار، چخیل ما شما باید که حرکت کنیم، مهنت کنیم و میسیای خودمون را در این زندگی پیدا کنیم، مقصد اساسی خودمون را در این زندگی پیدا کنیم. 4 عمل اساسی است و این حال من برای شما همین 4 عمل اساسی رو میفهمونم. یکمش انا همین است که در کدام ساحه شما با قوت هستید، یعنی کدام کار رو شما خوب کردن میتوانید و از دستتون میبیاید. هر یکی ما و شما استعدادهایی داریم که خداوند انا همون استعدادها رو برای ما داده است و ما و شما خوب میدونیم که کدام کار رو ما کردن میتوانیم و کدامش نه. اول معین کنید که کدام کارها رو شما کردن میتوانید. انا همین خیلی لیست گیرید و نویسید. مثلا همین خیلی بگذار از 1 تا 10 تا 20 تا 30 چند قدر کاری که زیادتر شما کردن میتونید، همون قدر برای شما خوب. دوم، چی رو شما دوست میدارید. اینم همین خیلی ورقه می نویسید که چی را شما دوست میدارید، یعنی کدام کار شما کردن میتونید و کدامی از آن همین کارهای کردنیتون شما بسیارتر دوست میدارید. چی خیلی من فهمم که همین کارا من دوست میدارم. انا همون حالت شما فهمیده میتونید که وقتی که درک میکنید که شما همین کارا کردید، شما بی‌فره نمیشید، شما در پسیخولوژی چیزی که داولینی نمیشود، شما خودتون را آزاد حس کرده همین کارا میکنید و ساعت‌ها همین کارا اجرا میکنید، تماما بی‌فرگی را حس نمیکنید، موندگی را حس نمیکنید. انا همین کاری است که شما دوست میدارید، مینویسید. سوم، آیا همین کارهایی که شما میتوانید انجام داده، انا همین کارها کدامش برای مردم لازمند، برای نفع مردم، برای نفع جامعه و برای فایده و پیشروی خلق میتواند که کمک رساند. انا هوایت در سوم سترکه می نویسیم. و 4م، برای کدامی از انا همین کارهای شما میتوانند که برای شما پول تیند. انا همین 4 سوال دا جواب دهید. کدام کار شما کرده میتونید، کدام کار دوست میدارید کردنش، کدام کاری شما برای نفع مردم است، برای فایده مردم، برای پیشروی مردم و برای کدام کارتون با شما پول میدین. انا همین 4 تا یک جای کرده смысл زندگیتون شما میتونید که پیدا کنید و بالای انا همین смысل زندگیتون کار کنید، معنای زندگیتون، مقصد زندگیتون و شخصیتی باشید که هم فایدهتون به شخصیت خودتون، به زندگی خودتون و بعد به جامعه و به نزدیکان و به خلق خداوند برسد. اگر شما خواهید که مخصوصا با من کنسولتاسیا گیرید یا که از من آموزش های اندیویدوالی گذارید، حتما در رقم های پایان که من واتساپ موندگی هستم یا اینکه تلگرام ده نویسید. ما شما را کمک میکنیم برای زندگیتون را خوبتر و بهتر کردن، کنسولتاسیا میگذارونیم یا اینکه برای بیزنس شدن و بیزنس پیشروی کردن. با شما موفقیت، بردباری، برکت کار. احتیاط کنید.